چند درصد رونالدو رو میشناسی؟ پارت 1. رونالدو فوتبال حرفه‌ای خودشو با چه تیمی آغاز کرد؟ جواب درست اسپورتینگ. سوال بعدی. رونالدو اولین توپ طلای خودشو تو چه سالی گرفته؟ جواب درست 2008. سوال بعدی. رونالدو بیشترین گل خودشو به چه باشگاهی زده؟ جواب درست سویا. اگه این سوالم جواب دادی یعنی تو 99% رونالدو رو میشناسی. به نظر شما رئال مادرید چند قهرمانی چمپیونز لیگ داره؟ جواب درست 15 تا. مسی چند کفش طلا داره؟ جواب درست 6 تا. فقط قول بده اگه تا اینجای ویدیو با ما همراه بودی و دوتای قبلی رو درست گفتی ویدیو رو لایک کنی و چنل ما رو هم سابسکرایب کنی. قهرمان سال 2006 جام جهانی چه تیمی بود؟ جواب درست ایتالیا. حالا تو کامنت ها بگید که چند تا از سوالا رو درست جواب دادید. سطح آسون. سومین تیم رونالدو چی بوده؟ جواب درست رئال مادرید. سطح متوسط. چهارمین تیم لواندوفسکی چی بوده؟ جواب درست بایرن مونیخ. سطح سخت. فقط یه لحظه صبر کن. اگه دوتای قبلی رو درست جواب دادی لطفاً این ویدیو رو لایک کن و چنلمو سابسکرایب کن. سومین تیم مسعود اوزیل چی بوده؟ جواب درست آرسنال. الانم توی کامنت ها بنویس که چند تاشو درست گفتی.